عصر همگی بخیر و عصر بخیر دکتر نایک. امروز ما یک انسانی هستم که به نمایندگی از انسانیت صحبت میکنم. دکتر نایک، به خاطری که شما میشه نامتان بگوین؟ اول نامتان بگوین. بله، من چراغ هستم و لطفا دین ما نپرسین. دکتر نایک، شاید چون شما در یک فامیل مسلمان به دنیا آمدین و دینتان را به ارث بردین، حال به همین خاطر امروز او را تصدیق میکنین و قبول دارین. اگر در یک فامیل هندو متولد می شدین، این ممکن بود که امروز دین شما هندویزم باشه، نه اسلام. این چیزیست که فکر میکنم حالت شدید مرکزگرایی عقاید درونی هست که شما فکر میکنین دین و فرهنگ و عقاید و نظریات شما بالاتر هستند. به همین خاطر شما میگین که دین سکیزم یا آریوسماچ و یا هر دین دیگی که بت پرستی را ترک بکنه و پرستش نکنه مورد حمایت شما قرار میگیره. به نظر ما باید در مورد دین بزرگتر انسانیت صحبت بکنیم و به حقه‌بازی ادامه ندیم. شما کدام نظری دارین؟ برادر، یک سوال بسیار خوب پرسید. میگه چون ما در یک فامیل مسلمان به دنیا آمدیم، به می خاطر دین اسلام تصدیق میکنم. شاید اگر در یک فامیل هندو به دنیا می آمدم، هندویزم را تصدیق میکردم و از سکسیزم و آریوسماش حمایت میکنم، چون با نظریات مطابقت داره و حقه بازی میکنم و باید درباره دیدگاه های گسترده ترم بگویم. سوال خوبی است. بله برادر، با تو موافق هستم. تا سن 19 سالگی فقط به خاطر که پدر مسلمان بود مسلمان بودم. بعد از 19 سالگی وقتی که شروع به مطالعه و مقایسه ادیان کردم، حاله با انتخاب خود مسلمان هستم. و باور کو اگر تو هر دین دیگه ای بهتر از اسلام را برم نشان بتی، آماده هستم او دین را امروز قبول کنم. امروز آقا، من دین انسانیت را تصدیق میکنم. برادر، از او میگم. بله، از او میگم. من میگم هر کس بتانه بره منطقی و علمی ثابت کنه که دین دیگه بهتر از اسلام است، من حاضر هستم قبولش کنم. تو میگی درباره دین انسانیت صحبت میکنی. کی این دین انسانیت نوشته؟ مهاتما گاندی کی نوشته؟ میفهمی یک مسلمان نمیتونه یک مسلمان خوب باشه مگر که انسان خوبه باشه. این موضوع چیزی است که کلی ادیان میگه. برادر، بان من جمله خود تکمیل کنم. بله آقا. تو اینجا هستی که جواب مرا بشنوی یا اینجا هستی که جواب بتی؟ ما میخوایم یک بحث سالم داشته باشیم که به نتیجه منطقی برسیم. این یک مناظره نیست. دقیقاً، من اینو نگفتم. با جوابم گوش کو، بعدش میتونی نظرت بگویی. خوب است، لطفاً. بون جوابم خلاص شوه مداخله میکنی، یعنی تو با جواب ما گوش میکنی؟ ادامه بتین. با دقت گوش کو. بله. وقت چیز ذهنت مشغول میکنه چطور گوش میکنی؟ لطفاً ادامه بتین. وقت سوالت خواندی ما مداخله کردم؟ لطفاً ادامه بتین. ما مداخله کردم؟ نه نکردین. لطفاً ادامه بتین. هر چیزی نوشته میکنی و میای سوال میپرسی. ما جواب میتونم. گوش کو. با جواب ما گوش کو. چرا نظر میتی؟ لطفاً ادامه بتین آقا. لطفاً توضیح بتین و جوابتان بگین. اگه با جوابم گوش کنی خود فهمیدی، اگه نه این 100,000 نفر خود فهمیدن، اما تو هنوزم سوال خود داشتی. من یک دکتر هستم. یک نفر نمیتونه روی دو چیز مختلف تمرکز کنه. با جواب گوش کو، بعد از شنیدن جواب مشکل حل میشه. چیزی را که باید بفهمی ای است که از انسانیت میگی. اولم گفتی درباره دینم نپرسین، پس اون میگی من انسانیت را تصدیق میکنم. اول شرم شدی که نظرت مشخص کنی، بعدن درباره انسانیت میگی. این کتابی که انسانیت نام داره را کی نوشته؟ آیا کتاب هست؟ کدام راهنمای انسانیت هست؟ من میگم یک مسلمان نمیتونه یک مسلمان خوب باشه مگر ای که یک انسان خوب باشه. هر دین ای را نمیگه. معذرت میخوایم، اما شما دیگه ادیان مطالعه نکردین. من میتونم برات سخنرانی کنم. میتونم از ویداس برات نقل قول بیارم، از کتاب هندو و انجیل نقل قول ارائه کنم که برخلاف انسانیت است. من اینجا برای نقد دین ها نیستم. اگر درباره دین مطالعه نکردین، لطفاً چیزی را که دربارش معلومات ندارن نگوین. قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره نحل سوره 16 آیه 43، سوره انبیاء سوره 21 آیه 7. شما شاگرد مقایسه ادیان نیستین، پس لطفاً بدون معلومات نظر نتین. میتونم از انجیل نقل قولای ضد انسانیتش بگویم و شما را چالش میتونم که با یک آیه از قرآن
یکی از اصول پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کنین که به ضد انسانیت باشه. پس ایره نگوین که هر دین ایره میگه. معذرت میخوایم، دانش شما خیلی ضعیف است. میخوایم برات بگویم که درست است شما هم معنی انسانیت را میفهمین. ما تنها راجع به گذراندن مکتب یا فارغ شدن از پانتون صحبت نمی کنم. شما باید فراتر از این برن. اسلام به معنی سطح بالاتر است. انسانیت به تنهایی در سطح پایین است. مسلمان نمیتونه مسلمان خوبه باشه مگر ای که انسان خوبه باشه. من شما را چالش میتونم که با یک درس اسلام که به ضد انسانیت است اشاره کنین. شاید شما پس زمینه منطقیش نفهمین. دلیل منطقی که چرا اسلام او اصول مشخص تعیین میکنه و شاید فکر کنن که به ضد انسانیت است، مثل ای که بگوین دکتر به ما پشکاری تجویز کرده و به ما سوزن میزنه، اما او تزریق برای شما خوب است. دکتر شکم مرا پاره میکنه. شکمت پاره میکنه که تو را نجات بده. دکتر میفهمه تو نمیفهمی. اگه من دو انتخاب خواندن سطح دوم و سوم تحصیلی را داشته باشم، سطح بالاتر را میخوانم. مستری را ترجیح میتم. انسانیت خوب است، اما اسلام خیلی بهتر از او است. در رابطه با سوال شما که چون من در یک فامیل مسلمان به دنیا آمدم اسلام قبول دارم، گفتم اگه شخص هر دین بهتر دیگه ای را برام ثابت کنه قبولش میکنم. من درباره بیشتر ادیان بزرگ مطالعه کردم و فکر میکنم اسلام منطقی ترین دین است. بهترین دین بر انسانیت است. این تنها دینی است که برای بشر راه حل داره و کمکشان میکنه. الله در سوره آل عمران سوره 3 آیه 19 میگه ان الدین عند الله الاسلام. تنها دین قابل قبول نزد الله متعال دین اسلام است. برای معلومات شما بگویم، اگر معلومات شما بسیار پایین است، میفهمین از بین بیشتر از 30 محققی که از بخشای مختلف در جهان داریم، بیشتر از 10 نفر اونا در فامیل مسلمان به دنیا آمده بودن. ایره میفهمین؟ میخوایم این سوال جواب بدی. ایره میفهمیدی؟ بیشتر از 30 نفری که روی استیج صحبت میکنن، بیشتر از 10 نفرشان در فامیل مسلمان به دنیا آمده بودن. آقا من ضمن میکنم که شاید من ازت یک سوال پرسیدم، میفهمی یا نه؟ نفهمیدم. به این معنی که کل بحث تمام است. بیشتر از 30 نفر از بخشای مختلف جهان صحبت میکنن. بیشتر از 10 نفر از امریکا، 4 نفر از کانادا، تعداد از انگلستان، از مالزیا، 2 نفر از عربستان سعودی، از دبی، از سومالیا، از سودان، که بیشتر از 10 نفرشان در خانواده‌های غیر مسلمان به دنیا آمدن. اونا کلان شدن. بعضیایشان اسلام در نوجوانی، بعضیایشان در 20 سالگی، بعضیایشان در 30 سالگی قبول کردن و الله اونا را هدایت کرد، با انتخاب خودشان مسلمان شدن. پس منطق شما ای است که چون در یک فامیل مسلمان به دنیا آمدم، به می خاطر تصدیق میکنم این اشخاص در فامیل مسلمان به دنیا نآمده بودن، در فامیل‌های مسیحی، فامیل‌های غیر مسلمان، و هنوز اسلام تصدیق میکنن. چرا؟ چون مطالعه کردن. اونا دیگه ادیان مطالعه کردن و فهمیدن اسلام بهترین روش زندگی است. من از شما میخوایم انسانیت بخوانن، اسلام هم مطالعه کنن و کوشش کنن نکاتی را پیدا کنن که در اسلام به ضد انسانیت است. بعدا شما بهترین دین را خواهید شناخت. من دین شما را نمیپرسم، از شما میخوایم بهترین دین و بهترین روش و راه خوب برای زندگی را قبول کنن. تنها راه حل برای انسانیت اسلام است. تشکر.